کشیدن تو این برنامه ها. تشکر از شما عزیزم. زنده باشید. صدای ما را امیر جان صدای ما را از طریق تلفن بشنوید، صدای تلویزیون رو ببندید. بفرمایید. چشم. من خواستم بهتون بگم که خدا رو شکر 3 ساله که موحد شدم. خب الله اکبر. و خدا رو منو به همین راه راست هدایت کرد. الله اکبر. من خواستم بگم برادرم بزرگتر از من هستن. خب 30 سال هستن، منم 23 سالمه. اومدن یه مدتی تو خونه بودیم 5 سال پیش. اومد خونه گفت من سنی شدم. ما هم باش درگیر شدیم، دعوا کردیم، من و آقام و مادرم. خب گفتیم چرا تو وهابی شدی؟ از این حرفا دیگه میدونین وقتی ما تو این خرافات بودیم. درست. یعنی چطور بهتون بگم، یه بدی شدیدی داشتیم بعد سنت. یعنی ببخشینا. خب الان من خودم سنی هستم خدا رو شکر. خب بعدی منم عاشق فوتبال بودم. چطور بهتون بگم، آدم هستم برنامه فوتبال میگرفتم، با من دعوا میکرد، برنامه وصال میگرفت. منم میرفتم که بخوابم، یعنی خوابم نمیبرد. چطور بهتون بگم، توجه میکردم این وصال چی میگفتن، چه حرفایی میگفتن. منم خودم گفتم واقعا این حرفا راسته. کم کم خدا رو شکر خدا منو هدایت کردم به راه راست. الان خدا رو شکر 3 ساله که من تو همین راه هستم. خب و از هیچ کس هم یه چیز خواستم بگم، از هیچ کس هم نمیترسم. من خشوع فقط برای الله هست. من از فقط از خدا میترسم و همین اهوازیان میخوام بگم، همشهریان میخوام بگم، خب این خرافات رو ول کنن. این خرافات اصلا یه چیزی خب مزخرفه به خدا. یعنی برن من ازشون میخوام برن بعد پاملم که میزنن فکر کنن، برن امشب که میخواستم بخوابم برن فکر کنن. خب همین خواستم بهشون بگم. بله امیر جان، اگر امیر جان برادر عزیز، اگر همین حرفا رو به زبان عربی بگید با لهجه شیرین اهوازی. يا اخوتي يا اخواتي الاهوازيين، اريد يعني اجلكم اريد منكم فرد شيء. خب اوفوا الخرافات، هذا الاشياء وكون والله خب والله والذي لا اله الا هو. خب والله هذا الخرافات ما يفيدكم في الاخره. يعني هذا الشيء قاعد يزودن ذنوبكم. وعوفوا ورد لهم فرد الشيء. هاي هم هنا بالهواء السرشين ناس يذمون السعوديه. باقي لهم السعوديه بلده جميله، بلده الوحي كان ينزل بيها والنبي صار بيها ولد بيها والنبي مدفون بيها صلاه السلام عليه. وبيت الله بيها. وشنو ما يقولوا لكم هذول الايرانيه والاذان العربي يشيلونه القناه الفارسيه، هذول قاعد يكذبون عليكم ويشوهون سمعه السعوديه. جزاك الله خير حبيبي. منم خدا رو شکر عزیزانی، منم خدا رو شکر پارسال ازدواج کردم، خانومم شیعی بود، بعد یه هفته باش حرف زدم موحد شد. خدا رو شکر. الحمدلله. یعنی خدا رو شکر. خدایا منم یه چیزی خواستم بگم. خب خدا رو 100 مرتبه هزار شکر میکنم، 100,000 مرتبه شکر میکنم که قبل این که زندگیم من موحد شدم. الله اکبر. الله اکبر. به خدا قسم. یعنی آقای انصاری الان داره یعنی چشام عکس میباره به خدا. یعنی از این شغلی که خدا به من داد، یعنی خدا فقط منو دوست داره. به خدا یعنی هر کس خدا اونو به راه راست هدایت کنه به توی واقعا کن که خدا اونو دوست داره. بله شکی نیست در این، شکی نیست. عزیزم زنده باشید. عزیزم آقای انصاری. ما یعنی هر شب خب من و خانمم میشیم، یعنی میشیم همین رسالو میگیریم، نور رو میگیریم. خدا رو شکر. یعنی سلامت چیزای خوبی داره، مفیدی داره. سلامت باشید. تشکر از شما امیر جان برادر عزیز. سلام برسونید خدمت همه دوستان موحد در اهواز. الله متعال کنه. تشکر از شما. خدا حفظتون کنه ان شاء الله. فی امان الله. فی امان الله.